برات پیش اومده یه نفر رو ببینی بدون اینکه حتی یک کلمه حرف زده باشه دلت بخواد باهاش آشنا بشی؟ یا برعکس یه نفر که ازش فاصله میگیری بدون اینکه بدونی چرا؟ رازش توی چیزیه که بهش میگن زبان بدن. 60 تا 90% ارتباط ما آدما از طریق حرف زدن نیست، از طریق حرکات بدنمونه، حالتی که وای میستیم، نگاهمون، حتی فاصله‌ای که با بقیه میگیریم. توی این ویدیو قراره 5 تا ترفند ساده و علمی یاد بگیریم که با کمکشون بتونیم جذابتر، با اعتماد به نفستر و تأثیرگذارتر به نظر برسیم، بدون اینکه نیازی باشه کلمه‌ای حرف بزنیم. ترفند اول شاید ساده ترین به نظر برسه، ولی تأثیرش فوق‌العاده است. درست بایست. تحقیقات دانشگاه هاروارد نشون داده وقتی ما توی حالتهای باز و قدرتمند میستیم، مثل دست به سینه نبودن، شانه‌های صاف، سر بالا، سطح هورمون تستوسترون، همون هورمون اعتماد به نفس، توی بدنمون افزایش پیدا میکنه و کورتیزول، هورمون استرس، کاهش پیدا میکنه. این یعنی میتونیم با تغییر ایستادنمون به مغزمون بفهمونیم که من آماده‌ام، من قدرتمندم و نکته جالب این که بقیه هم این سیگنال رو دریافت میکنن. ترفند دوم چیزی نیست جز تماس چشمی. شاید به نظر ساده بیاد ولی خیلی از ما بلد نیستیم درست ازش استفاده کنیم. تماس چشمی مناسب یعنی وقتی با کسی حرف میزنی حدود 60 تا 70% مواقع به چشمهاش نگاه کنی. نه بیشتر که خیره به نظر برسه، نه کمتر که بی اعتماد به نفس یا بی علاقه دیده بشی. تحقیقات نشون داده افرادی که تماس چشمی متعادل برقرار میکنن باهوشتر، صادقتر و جذابتر ارزیابی میشن. این کار یه هورمون به اسم اکسیتوسین توی مغز طرف مقابل آزاد میکنه که باعث ایجاد حس اعتماد و نزدیکی میشه. ترفند سوم مربوط میشه به دست‌هامون. شاید باورت نشه ولی جای دست‌هامون توی مکالمه میتونه کلی تأثیر بذاره. تحقیقات نشون داده وقتی ما با دست‌های باز صحبت می‌کنیم، یعنی کف دست‌هامون به سمت بالا یا رو به طرف مقابله، دیگران ما رو صادق‌تر، گرمتر و جذابتر ارزیابی می‌کنن. برعکس وقتی دست‌هامون رو قایم می‌کنیم توی جیب یا دست به سینه، این پیام رو می‌فرستیم که چیزی برای قایم کردن دارم یا حوصله ندارم. یه نکته جالب دیگه، حرکات دست میتونه به خودمون هم کمک کنه. وقتی با دست‌هامون مفاهیم رو نشون میدیم، مغز بهتر میتونه فکر کنه و کلمات رو پیدا کنه. ترفند چهارم شاید از بقیه ظریف‌تر باشه، فاصله و حریم شخصی. هر کدوم از ما یه فضای نامرئی دور خودمون داریم که بهش میگن حباب شخصی. اندازه این حباب توی فرهنگ‌های مختلف فرق میکنه، ولی یه قانون کلی داره. برای رابطه‌های صمیمی فاصله تا 40 سانتی متر، برای دوست‌ها و آشناها 40 سانت تا 1 متر، برای غریبه‌ها بیشتر از 1 متر. وقتی بی اجازه وارد حریم کسی میشی، حتی اگه حرف قشنگی بزنی، اون آدم ناخودآگاه حس ناراحتی میکنه. برعکس، رعایت کردن این فاصله باعث میشه طرف مقابل حس احترام و امنیت کنه. ترفند اینجاست. موقع حرف زدن ببین طرف مقابل چقدر بهت نزدیک میشه. اگه یه قدم عقب رفت یعنی زیادی نزدیک شدی. اگه نزدیکتر اومد یعنی راحت‌تر میتونی فاصله رو کم کنی. این حس هماهنگی یه پیام ناخودآگاه میفرسته که من میفهممت، باهات هماهنگم. ترفند پنجم، قوی ترین و ساده ترین راه برای جذابتر شدن، لبخند واقعی. شاید بگی خب من که همیشه لبخند میزنم، ولی بذار یه رازی رو بهت بگم. مغز ما به طرز عجیبی میتونه لبخند واقعی رو از لبخند مصنوعی تشخیص بده. وقتی واقعاً خوشحالی، عضلات اطراف چشم‌هات هم منقبض میشن. به این میگن لبخند دوشن یا همون لبخند واقعی. این لبخند گرما و صداقت رو منتقل میکنه. بقیه ناخودآگاه حس میکنن تو آدم امن و جذابی هستی. رسیدیم به آخر این ویدیو. بیا یه مرور سریع کنیم روی 5 تا ترفندی که یاد گرفتیم. 1. درست بایست با حالتهای قدرتمند. 2. تماس چشمی داشته باش، نه خیره و نه فراری. 3. دستاتو باز بذار، قایمشو نکن. 4. حریم شخصی رو رعایت کن، به فاصله ها دقت کن. 5. لبخند واقعی بزن، نه از روی اجبار. اگه این ویدیو برات مفید بود، لطفاً برای دوستات بفرست. شاید یکی از اونا همین امروز به این نکات نیاز داشته باشه. پس اگه هنوز عضو کانال لاین آف مایند نشدی، دکمه قرمز پایین رو فشار بده تا هیچ ویدیویی رو از دست ندی. تا ویدیوی بعد مراقب خودت باش.